نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. واقعی سوم هست در رابطه با قوم صالح هست که ما خواندیم چگونه اونها شتر را از پای در آوردند. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا، ما به سوی ثمود برادرشان صالح را فرستادیم با این مضمون که ان اعبدوا الله، فقط و فقط الله را عبادت کنید. فاذا هم فریقان یختصمون، دو گروه بودند با هم بحث می کردند. یختصمون درباره دین، یک گروه مؤمن بهی، یک گروه کافر بهی. یکی به صالح ایمان آورد، یک گروه ایمان نیاورد. هر یکی می گفت حق با من است. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئه، قوم گفتن زودتر عذاب بیار. حضرت صالح میگه ای قوم من لم تستعجلون بالسیئه، شما چرا عجله دارید برای عذاب؟ قبل الحسنه، قبل از حسنه، یعنی توبه کنید، استغفار کنید. لولا تستغفرون الله، چرا از الله معافی نمیخواید، مغفرت نمیخواید؟ لعلكم ترحمون، شاید شما مورد رحم خدا قرار بگیرید. اما قوم چه جواب داد؟ حماقت قوم. قالوا طیرنا بک، ما بدفالی گرفتیم به تو و به من معک، هر کسی که با تو هست. اونا شومی گرفتن، بدفالی گرفتن به حضرت صالح علیه السلام. از روزی که تو آمدی ما مشکلات ما بیشتر شد، ما به قحط گرفتار شدیم. قال طائركم عند الله، شومی شما نزد الله است، یعنی در علم الله است، الله بهتر میداند سبب منم یا شما. بل انتم قوم تفتنون، بلکه شما قومی هستید که مورد آزمایش قرار گرفتید. لذا ببینید این امتحان ناکام نشید، مردود نشید. و کان فی المدینه 9 رهط، در این شهر 9 نفر بودند. رهط گروه تا 9 نفره را میگویند. گروهی بودند 9 نفر از اوباش ها، از سرکش ها و لات ها که ظلم می کردند. یفسدون فی الارض ولا یصلحون، در زمین فساد می کردند، خبری از صلاح و اصلاح نبود. قالوا تقاسموا بالله، نمونه فساد. اینها گفتند تقاسموا دو معنی داره، یکی صیغه ماضی. الله میگه قالوا گفتند، یعنی تقاسموا بیان قالو هست، یعنی با هم دیگه سوگند خوردند، یعنی عهد بستند. یک معنی این است. معنی دوم تقاسموا امر است. قالو گفتند تقاسموا قسم بخورید، به هم دیگه گفتند.
بیا با هم عهد میبندیم، قسم میخوریم. قسم خوردن بالله، به خدا، لنبیتنه و اهله، ما به وقت شب پیش او میرویم و اهلش. به وقت شب پیش او رفتن به معنی اینکه شب میریم میکشیم او را، کارش را یک سره میکنیم. ثم لنقولن لولیه، سپس ما به اولیاء دم میگیم، به قومش میگیم ما شهدنا مهلک اهل و انا لصادقون، ما نبودیم به وقت شاهد، نبودیم حاضر، نبودیم به وقت هلاکت اهلش. معلوم میشه که تصمیم گرفته بودن هم خودش را هم زن و بچهش را همه را بکشند. به وقت هلاکت اهلش ما نبودیم و راست میگیم و انا لصادقون. الله میفرماید که اینها توطئه کردند، الله هم مکر و تدبیر فرمود. کدوم کارساز شد؟ مسلمه. و مکروا مکرا و مکرنا مکرا، آنها مکر کردن مکری و ما هم مکر کردیم، ما هم تدبیر کردیم. و هم لا یشعرون، آنها نمیدانستند. مکر اونها چی بود؟ تصمیم قتل صالح و اهل و عیالش. مکر الهی این بود که اینها را قبل از اون هلاک بکنند، چنانچه قبل از اون هلاک شدند. فانظر کیف کان عاقبت مکرهم، ببین عاقبت و انجام مکرشان چی شد. انا دمرناهم و قومهم اجمعین، ما خودشان را هم نابود کردیم، قومشان را همگی را نابود کردیم. فتلک بیوتهم خاویه، این خانه هایشون ویران شده، بما ظلموا، بسبب ظلم، بسبب شرک. ان فی ذلک لآیة لقوم یؤمنون، همانا در این نشانی و آیت است برای قومی که ایمان بیاورد. الله می فرماید که و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، ما نجات دادیم مؤمنین را و آنانی که می ترسیدن از خدا. این نتیجه تقوا، نتیجه دوری از شرک، نجات از عذاب. ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشه، واقعه چهارم از لوط علیه السلام، وقتی که پیش قومش گفت اتأتون الفاحشه و انتم تبصرون، شما کار فحش و بی عفتی میکنید، خودتون هم میبینید، یعنی خودتون هم میدانید. اینجا بصیرت معنی است، خودتون میدانید که این کار زشته، این کار فساده. بیان فاحشه، فاحشه چی بود؟ اینکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، آیا شما پیش مردان میایید به منظور شهادت بغیر از زنان؟ بل انتم قوم تجهلون، بلکه شما قوم جاهلی هستید، عملا جهل میکنید. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا، نبود جواب قوم مگر گفتن که بیرون کنید آل لوط من قریتکم، آل لوط را از قریتون بیرون کنید. چرا؟ انهم اناس یتطهرون، اینها مردانی هستند که پاکیزگی را انتخاب میکنند. منظور اینه که دنبال پاکی هستند، بذارید پاک بمانند. اما الله می فرماید ما عذابشون دادیم قبل از اینکه اونها کاری بکنن. فانجیناه و اهله، ما او را اهل و عیالش را نجات دادیم، الا امرأته، مگر زنش که با مشرکان بود. قدرناها من الغابرین، در ازل ما مقدر کرده بودیم که او بماند. فما کان جواب قومه، اناد قوم نبودند جواب قوم لوط الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، آل لوط را از شهرتون بیرون کنید. اینها ببخشید فانجینا و اهله و امطرنا علیهم مطرا، ما بر آنها بارانی آوردیم، اما باران بدی بود. فساء مطر المنذرین، بسیار بد بود باران ترسانده شدگان. این باران چه بارانی بود؟ باران سنگ، باران سجیل. الله تعالی اونها را به وسیله سنگ باران تارمار له کرد. فقل الحمد لله، بعد از نابودی دشمنان الحمد لله، ستایش و سپاس مر الله را، همون صفاتی که مخصوص خدا هستند،
مثل خالقیت، مالکیت، نافع، زار بودن، عالم الغیب بودن. و سلام علی عباده الذین اصطفى، و بر بندگان برگزیده اش سلام باد. سلام یعنی از آفات، از مضرات دنیا. الله خیر اما یشرکون، الله می فرماید آیا خدای عزوجل بهتر است. خیر یعنی در کمالات، در همه مسائل کمال الله بیشتر دارد، صفات خدایی بیشتر هستند یا آن معبودانی که اینها شریک میگیرند. خب چند تا دلیل عقلی اعترافی بعد از این دلیل چهارم و واقع چهارم بیان میشه. الله می فرماید من خلق السماوات والارض، همه نمونه ها را شما خواندید. آیا آن ذاتی که آفرید آسمان ها و زمین را و انزل لکم، نازل کرد برای شما از آسمان آب، فانبتنا به حدائق ذات بهجه، ما رویاندیم به وسیله آن آب باغچه های تر و تازه بارونق. ما کان لکم ان تنبتوها، برای شما نبود که شما برویانید درختان را، خدا بود. ان تنبتو شجره، شما درختان اونجا را برویان. اله مع الله، آیا باوجود این با خداوند دیگه الهی هست، معبودی هست که شما شریک میگیرید؟ بل هم قوم یعدلون، الله میفرماید بلکه اینها قومی هستند که عدول میکنند، یعنی در عبادت تجاوز میکنند. امن جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا، دلیل دوم، یا چه ذاتی هست، کدام ذات هست که جعل الارض قرارا، زمین را قرارگاهی گذاشت که نمی لرزد، و جعل خلالها انهارا، در میان زمین نهرهایی برای شما حفر کرد، و جعل لها رواسی، و قرار داد برای آن زمین کوههای میخایی، و جعل بین البحرین حاجزا، بین دو تا دریا مانعی قرار داد که دیروز خواندیم مرج البحرین. اله مع الله، آیا با الله معبود دیگر هست؟ بل اکثرهم لا یعلمون، اکثرشان نمیدانند. امن یجیب المضطر اذا دعاه، دلیل سوم، آیا کدام ذات هست که اجابت میکند، جواب میده مضطر، کسی که درمانده باشد، اذا دعاه، وقتی که او را بخواند، و یکشف السوء، و چه ذاتی هست که سوء و بدی را دور میکند، و یجعلکم خلفاء الارض، شما را خلیفه زمین قرار داده یا قرار میدهد. اله مع الله، آیا باز هم با خداوند معبود دیگه هست؟ قلیلا ما تذکرون، بسیار اندک هستی شما پند میگیری. خلیفه زمین یعنی یخلف بعضکم بعضا، قبلا خواندیم. اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، آیا چه ذاتی است که شما را راهنمایی میکند در تاریکی های خشکی و دریا؟ و من یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته، چه ذاتی هست که بادها را میفرستد مژده دهنده رحمت خدا هستن پیشا پیش. اله مع الله، باز هم با خدا معبود دیگر؟ تعالی الله عما یشرکون، خداوند برتر است از آنچه که اینها شریک میگیرند. اما یبدأ الخلق، دلیل پنجم، یا چه ذاتی هست که پیدا از ابتدا خلق کرده، ثم یعیده، سپس اعاده میکند. و من یرزقکم من السماء والارض، چه کسی شما را از آسمان و زمین رزق میدهد؟ اله مع الله، آیا با خدا معبود دیگه هست؟ همه اینها اعتراف دارن. نه، قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتون را بر این امر بیاورید که غیر از خدا کسی دیگه مدبر و متصرف است. خب پس در همه این آیات چی ثابت شد؟ قدرت خدا، تدبیر و تصرف. الان در این آیه بعدین علم غیب ثابت میشه. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، بگو نمیداند هر کسی که در آسمان ها و زمین است غیب را بغیر از الله، حتی اینهایی که در قبرها هستند. و ما یشعرون ایان یبعثون، نمیدانند کی از قبرها بلند میشوند. بس چطور میتوانند حاجات شما را پاسخ بدهند؟
بل ادارک علمهم فی الاخره. الله توبیخ بیان میکنه بر این مشرکان. ادارک یعنی فنا، از محله، علمشان نابود شد، از بین رفت، اثری نیست. فی الاخره درباره آخرت، درباره آگاهی آخرت. بل هم فی شک منها، بلکه اینها در شک هستند. بل هم منها عمون، بلکه اینها از اون یاد آخرت اصلا عمون، نابیناند، خبر ندارند، چشمشون بسته هست. وقال الذين كفروا اذا كنا، از اینجا به بعد سلسله زجرها هست تا آخر سوره و این بخش دوم سوره است. ببینید اونها چه حرفهای بیهوده می گفتن. زجر و شکوه اول بر قول اونها. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا و آباؤنا، گفتن کسانی که کفر کردند آیا ما وقتی که باشیم خاک و پدران ما هم خاک بشند و برند، اینا لمخرجون، آیا ما دوباره از قبرها بیرون کرده می شویم. لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل، همانا ما و پدران ما به این وعده داده شدیم قبل از این. این هذا الا اساطیر الاولین، نیست این مگر افسانه های پیشینیان، گذشتگان. قل سیروا فی الارض، تخویف دنیوی، بگو سیر کنید در زمین، بگردید. فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، عاقبت مجرمان خصوصا مشرکان چگونه هست، به کجا رسیدن، شما برسید. ولا تحزن علیهم، تسلی برای رسول الله، ای پیامبر بر اونها غم نخور که ایمان نمی آورند. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، در تنگی نباش، تنگی دل از آنچه که اینها مکر می کنند، نقشه می کشند. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، آنها می گفتند این وعده کی هست اگر راست می گویید. الله جواب میده قل عسى ان یکون ردف لكم، بگو امید هست این که ان یکون ردف لكم، دنبال شما باشد، یعنی پشت سر شما اون وعده عذاب است. ردف لحقه، بعض الذی تستعجلون، بعضی از اون عذابی که شما عجله دارید پشت سر نزدیک باشد که بعد از این در معرکه بدر شد. بله. و این ربک لذو فضل، این دلیل تأخیر عذاب است. چرا خدا دیر عذاب میده؟ چون که فضل داره مردم توبه بکنند. و این ربک لذو فضل علی الناس ولكن اکثرهم لا یشکرون، همانا رب تو فضل میکنه بر مردم اما اکثر مردم شاکر نیستند. و این ربک، این خاصه علمی هست، همانا رب تو لیعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، میداند آنچه که دلهای اونها مخفی میکند. الله یعنی راز سینه ها را هم میداند و آن چیزی که یعلنون علنی میکنند. و ما من غائبت فی السماء، این خاصه دیگری خدای عزوجل، هر چیزی که غائب باشد یعنی علمی خدا دارد، علم مغیبات را. و ما من غائبت فی السماء والارض، هیچ غائبی نیست در آسمان ها و زمین، الا فی کتاب مبین، مگر در لوح محفوظ هست. در آسمان و زمین هر چی که هست در علم الله هست، الا فی کتاب مبین، همون لوح محفوظ علم الله هست. اما این قرآن هم نمونه از اون اخبار است، اکثر مطالب را این قرآن بیان کرده. ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، تعریف میکند بر بنی اسرائیل و قصه میکند. اکثر الذی هم فیه یختلفون، اکثر اون چیزهایی که اختلاف دارند. یعنی قرآن مسئله توحید را حل کرده، مسئله قیامت را حل کرده، همه اختلافی ها را حل میکند. و انه لهدى و رحمت للمؤمنین، این قرآن هدایت است علما و رحمت است عملا برای مؤمنین دیگر، برای مؤمنین مستفیدین. ان ربک یقضی بینهم بحکمه، حال الله عزوجل کی فیصله می کند؟ الله فیصله می کند به حکم خودش روز قیامت. اون ذات عزیز و علیم دانا هست، هر چیز را الله می داند. بس تو ای پیغمبر هم بر اون ذات توکل کن، فتوکل علی الله، پس توکل کن بر ذات الله عزوجل.
انک علی الحق المبین، بدون شک تو بر حق مبین هستی، بر حق آشکارایی هستی، روشن. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اما تو نمیتوانی بشنوانی مرده ها را. الله عزوجل کفار را تشبیه به چی داده؟ به مرده ها. ولا تسمع الصم الدعاء، نمیتوانی بشنوانی اونی که ناشنوا هست. صم دعا یعنی دعا را، صدا را، دعوت را نمیتوانی به او بشنوانی، چون اون ناشنواست. بالخصوص اذا ولوا مدبرین، وقتی که پشت بدهند. ببینید بسیاری از ناشنواها هستند که روبروی شما باشند، شما یک حرفی بزنی شاید بفهمند، چون لبخانی دارن، لب را میخوانند چی داره میگه. اما وقتی که رویش به اون طرف باشه، پشت بده، هر چی شما بگی اون نمیشنود، نمیبیند، متوجه نمیشه. بله. و ما انت بهادی العمی عن ضلالتهم، همچنین نیستی شما هدایت کننده نابینا عن ضلالتهم، از روی از ضلالتش. یعنی کسی که نابینا هست و گمراه هست، اینجا تشبیه دیگری هست که به نابینا تشبیه داده شده، شما نمیتونید هدایتش کنید. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، فقط اهل ایمان میشنوند، نمیشنوانی شما مگر کسی که ایمان داره به آیات ما، فهم مسلمون، پس آنان تسلیم آیات ما میشن. ببینید این آیه که در اینجا بیان شده، الله تعالی در سوره روم هم تکرار کرده همین آیه را، فرموده که شما مرده ها را نمیتوانی بشنوانی. کفار را تشبیه داده به مرده. یک بحثی در میان مسلمین هست از عهد قدیم که آیا مرده میشنود صدا را یا نمیشنود. این اختلاف هم از عهد قدیم هست، از ابتدا بوده و هنوزم هست. بین صحابه شد و بعضی از صحابه که مثل ام المؤمنین عایشه اعتقادی نداشتند به شنیدن مرده ها، از این آیه استدلال گرفتن، گفتن ببینی خدا به پیغمبر میگه شما نمیتوانی بشنوانی مرده ها را. درسته منظور از مرده ها چیه؟ کفار هستند، ولی کفار به مرده تشبیه داده شدند. به چی تشبیه داده شدند؟ به عدم سماع، به نشنیدن. یعنی همانطور که مرده نمیشنود، کفار هم نمیشنود، یعنی حرف شما را، دعوت شما را قبول نمی کنند. خب حال این استدلال عمده کسانی هست که سماع موتا را، شنیدن مردگان را قبول ندارند. بخشی دیگر از علما، از حتی از صحابه بودند که قبول داشتند. استدلالات اونها چند تا روایت هست. یک روایت قلیب بدر هست که ابو طلحه می فرماید قلیب بدر همون حفره و همون گودالی که حفر کردند و مشرکین 70 تا از سردارانشان را اونجا انداختند، لاشه ها روی هم انباشته بود. رسول الله اونها را اعلام کرد، الیس قد وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ آیا نیافتید اون چیزی که وعده کرده الله با شما، اون حق نیافتید؟ یعنی بعد از مرگ عذاب شروع شد یا نه؟ به اونها رسول الله چی کرد؟ خطاب کرد. خب حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ گفت یا رسول الله، اینها مرده های بی جان و جسم هستن، شما چطور با اینها صحبت میکنید؟ ببین از همین سوال معلوم میشه که دیدگاه صحابه این بود که اینا نمیشنوند، و الا اگر اونها این عقیده را داشتن که اینا میشنوند هیچ وقت سوال نمیکردند. ولی خب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود ما انتم باسمع لما اقول منهم، شما از اینها شنواتر نیستید.
یعنی مثل شما میشنوند، شما که اطراف من هستید و حتی از شما بیشتر و بهتر. یعنی خداوند عزوجل صدای پیغمبر را، مطلبی که پیغمبر میخواست بگه در دل اونها قرار میده. خب این حدیث است که پیغمبر گفته اینها از شما شنواترند. در این ارتباط خدمت شما عرض کنم که ام المؤمنین وقتی که برایش این حدیث را خواندند جواب داد. چی فرمود؟ فرمود که کیف یقول رسول الله، رسول الله چطور این را گفته باشد در حالی که والله تعالی یقول و ما انت بمسمع من فی القبور. خداوند خودش میگه که کسانی که در قبرها هستند نمیتوانی اونها را بشنوانی، یا خدا گفته انک لا تسمع الموتى. خب بعد حضرت عایشه خودش توجیه کرد، گفت منظور رسول الله مطلقا نبود، بلکه اونجا معجزه پیغمبر بود. و انما قال لهم الان ما انتم باسمع منهم الان، همین الان اینا از شما بیشتر میشنوند. چون خدای عزوجل میخواست زجر بده، شکنجه بده کفار را، اونها را کشت و بعد از اون صدای پیغمبر را به گوش اونها رساند. این معجزه پیغمبر است. همه پیغمبران شما خواند، شعیب گفت قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالت ربی، صالح هم گفت قال یا قوم لقد ابلغتكم. بعد از اینکه قوم هلاک شد اونها قوم را خطاب کردند. این هم خطابی هست که رسول الله قوم را کرد. خدای عزوجل صدای رسول الله را به گوش اونها رساند. پس این معجزه بود. چنانچه میگوید که و ما وقع فی حدیث ابی طلحه، علامه آلوسی میگه آنچه که در حدیث ابو طلحه است یجوز ان یکون معجزه له صلی الله علیه و سلم، ممکن است معجزه رسول الله بود. و هو مراد من قال، مراد کسی که میگه انه من خصوصیات علیه الصلوات و السلام و هی من خوارق العاده، این از خصوصیات هست و از خوارق عادت است که خداوند سخن پیغمبر را به اونها شنواند. حتی ابو قتاده میگه احیاهم الله، خدا اول اونها را زنده کرد، سخن پیغمبر به گوش اونها رسید، بعدا موت داد. بله، عرض کنم خدمت شما که این بحث طولانی هست. من از تمام دلائل، ذکر دلائل چون فایده نداره، هر دو طرف من خلاصه میکنم. فقط این خدمت شما عرض میکنم که الله عزوجل قادر است بشنواند، چنانچه بسیاری جاها شنواند و می شنواند. مثلا سخن رسول الله صلی الله علیه وسلم را به اونها رساند. فیصله که بسیاری از علماء معتدل کردن اون میگم. آنچه که از آیات ثابت میشه، اصل در آیات چی هست؟ عدم سماع هست، چون تشبیه داده واقعا در نشنیدن. اما اون چی که در احادیث هست استثناءات است. اون چی که در حدیث هست چیه؟ استثناء. یک حدیث مثلا هست که صدای کفش شما را میشنوند منکر و نکیر میاند، که اونجا هم همین توجیه را میکنن که یعنی اینقدر زود میآیند که هنوز شما صدای کفش شما اگر قرار بود کسی بشنود میشنید، هنوز شما اونجا هستید. بله، پس اصل سماع هست. اما جاهایی که در حدیث آمده نمیگیم اونا حدیث ضعیف هستند، حدیث صحیح هستند. در جایی که حدیث آمده اون مورد استثناء است، اونجا خدای عزوجل خارق العاده شنوانده، به گوش اونها رسونده. بله، و اما این مطلب که کسی بگوید چون مرده میشنود، از اونجا بریم و استمداد کنیم، یا بگوییم که برای ما شفاعت کن، یا بگوییم که برای ما دعا کن، این هیچ کس از علما نگفته. همین هایی که با هم اختلاف دارن، گروهی که قائل به
شنیدن مرده ها هستند هم نمیگند و این را ناجائز میدانند که کسی بره بر بالای قبر بگه چون این میشنود او را خطاب بکند بگوید که برای من دعا کن به خدا این چنین بگو. نه خیر، به این هیچ کسی قائل نیست. اصلش اینه که ما در آیات متعددی خواندیم روح انسان وقتی که از جسم جدا میشه این روح میره در عالم برزخ یا در اعلی علیین میره، با لذات و شیرینی ها هست، یا به سجین میره با آلام و دردها و عذابها گرفتار است. لذا الله می فرماید و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون. تخویف اخروی هست و وعده آخرت هست. یکی از علائم قیامت همینه. الله می فرما و اذا وقع القول عليهم، منظور از قول برپای قیامت است. هرگاه قیامت برپا می شود اخرجنا لهم دابة من الارض، الله می فرماید ما دابة الارض از زمین بیرون می کنیم که دابة من الارض تکلمهم، اون دابة الارض با اونها سخن می گوید که ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، مردم به آیات ما یقین نداشتن. این زمانی هست که قرب قیامت است. همونطور که اینجا آمده در احادیث هم تایید هست، الله عزوجل در آخر بعضی حیوانات را، یا به تعبیر بعضی از مفسران همه حیوانات، اینا به سخن می آیند. حتی اونها می گویند که بعضی از مردم ایمان نیاوردند. تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یؤمنون، اونا سخن می گویند که مردم به آیات ما ایمان یقین ندارند. یعنی بر علیه مذاهب باطل دابة الارض صحبت می کنند و در تایید مذهب حق. پس این در قرب قیامت خواهد بود بعد از اون عذاب خدا. و یوم نحشر من کل امت فوجا، روزی که ما حشر میکنیم از هر گروهی فوجا لشکری، ممن یکذب بآیاتنا، از آنانی که تکذیب میکنند آیات ما را، فهم یوزعون، یوزعون یعنی جمع کرده میشوند تا بقیه بیان برسند همه را به جهنم ببرند. حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی، حتی وقتی که می آیند پیش خدا به محضر الله، الله می فرماید آیا تکذیب کردی شما آیات من را ولم تحیطوا بها علما، این جرم دوم، علمش را هم نداشتید. یعنی کسی با علم و منطق قبول نکند اون فرق میکنه کسی با جهل و عناد. شما بی علم هم بودی، بی سواد هم بودی. اما ماذا کنتم تعملون، یا چه می کردید شما؟ انبیاء را اذیت کردید، مؤمنین را اذیت کردید. الله می فرماید اینایی که بازخواست می شوند این گونه، و وقع القول علیهم، قول بر آنان واقع میشه بما ظلموا، قول منظور عذاب است. فهم لا ینطقون، اونجا یارای سخن گفتن ندارند، به جواب معقولی دسترسی پیدا نمی کنند، نمی توانند جواب بدهند. الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه والنهار مبصرا، دلیل توحید عقلی هست. الله می فرماید ای آنها نمی بینند که ما قرار دادیم شب را لیسکنوا فیه، این دلیل را قبلا خواندید، تا که در شب سکونت و آرامش داشته باشند، و نهار مبصرا، و نهار را وسیله بصارت و بینایی، تا که در نهار کسب و کار داشته باشند. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، در همه اینها آیات است برای مستفیدین، برای قومی که ایمان بیاورند. و یوم ینفخ فی الصور، تخویف اخروی هست. الله می فرماید و یوم ینفخ فی الصور ففزع، روزی که سور دمیده میشه، نفخه اول است، بیهوش می شود، از حال میره. من فی السماوات و من فی الارض،
هر کسی که در آسمان هاست و در زمین است، الا من شاء الله، مگر کسانی را که خدا بخواهد. هنوز ها کسانی که خدا بخواهد اونها را این فزع وحشتناک نمی کند، اونها نمی ترسند. و کل اتوه داخرین، همه پیش خدا می آیند داخرین، یعنی ذلیلین، با ذلت می آیند. و ترى الجبال تحسبها جامدة، ای مخاطب می بینی کوها را فکر می کنی آنها جامد هستند، یعنی بی حرکتن، سر جایشان. اما نه، و هی تمر مر السحاب، کوها می روند مثل رفتن ابرها. صنع الله الذي اتقن كل شيء، این عملکرد الهی هست. ای صنع الله صنعا، خداوند اینها را ایجاد کرده. الذي اتقن كل شيء، هر چیزی را محکم و استوار کرد، اون الله درست کرده. انه خبیر بما تفعلون، بدون شک الله عزوجل خبیر هست به اعمال شما، به آنچه که شما انجام میدهید. من جاء بالحسنه، در آخر مجازات عرض کنم هم بشارت است هم تخویف است. من جاء بالحسنه، این قانون مجازات است. هر کسی که حسنه بیاورد، منظور از حسنه کلمه توحید است، لا اله الا الله عند الجمهور، فله خیر منها، پس برای او بهتر از این هست، یعنی الله تعالی بهش بهشت میده. و هم من فزع یومئذ آمنون، اینها از داد و فریاد، از وحشت، از فزع آن روز ایمن میشن. اما و من جاء بالسیئه، این الا من شاء الله شامل این میشه، یعنی این اونجا هیچ دغدغه‌ای ندارد و امثال این. و من جاء بالسیئه، اما کسی سیئه انجام بده، شرک، یعنی خازن و تفسیر مدارک گفته، فکبت وجوههم فی النار، چهرهشان در آتش عکس میشه، یعنی سرنگون می افتند. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تذلیل مجرمین، ای مجرمان ناراحت نباشید، پاداش و عملکرد خودتان هست. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمیشه مگر آنچه که عمل کردید. انما امرت، در آخر دلیل وحی است، ای پیغمبر اعلام کن، انما امرت، من امر شدم، ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها كل شيء، من عبادت کنم رب این شهر را، یعنی مکه را، الذي حرمها، همانی که الله او را حرم قرار داده، حرام کرده، وله كل شيء، هر چیز در اختیار الله است. و امرت ان اكون من المسلمین، امر شدم که من از مسلمانان باشم، یعنی تسلیم در مقابل الله، از نظر عقیده و عمل تسلیم. و ان اتلو القرآن، امر شدم، دستور داده شدم که قرآن بخوانم. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، هر کسی که هدایت بشه، هدایت به نفع خودش هست. و من ضل فقل انما انا من المنذرین، هر کسی که گمراه بشه و بازم ضرر خودش میکنه، جزی نیست که من فقط منذرم، من میترسانم از عذاب خدای عزوجل. و قل الحمد لله، در پایان سوره الله عزوجل نتیجه را میگه. نتیجه تمام دلائل چیه؟ الحمدلله، یعنی همه صفات کارسازی، عالم الغیب، نافع الضار، مشکل کشا، حاجت روا، این صفات فقط برای الله اختصاص دارند. سیریکم آیاته فتعرفونها، ان قریب خداوند به شما نشان میده آیات خودش را، فتعرفونها، شما میشناسید، میبینید، میشناسید. و ما ربک بغافل عما تعملون، الله از عمل کرد شما غافل نیست، خدای عزوجل شما را به وقت مؤاخذه میکنه. اعاذنا الله، صدق الله.
نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.